سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این قسمت به ثبت نام وام ازدواج میپردازیم. وارد سایت v.cbi.ir میشیم. گزینه سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج رو انتخاب میکنم. در صفحه اول شرایط عمومی این وام نوشته شده. از منوی سمت راست گزینه شرایط و دستورالعمل رو انتخاب میکنم. در اینجا شرایط عمومی، مدارک مورد نیاز، شرایط ضامنین، روش ثبت نام و مدت بازپرداخت وام رو نشون داده. حالا برای ثبت نام بر روی گزینه ثبت نام اولیه کلیک میکنم. در اینجا شماره ملی متقاضی، شماره ملی همسر، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و شماره تلفن همراه متقاضی رو باید وارد کنید. کد امنیتی رو وارد میکنم و بر روی بررسی اطلاعات و ارسال کد تایید کلیک میکنم. کد ارسال شده به تلفن همراه رو وارد میکنیم و کد امنیتی رو میزنیم. بر روی ادامه کلیک میکنیم. در این مرحله وضعیت خدمت سربازی رو انتخاب میکنیم. اگر ایثارگر هستید حتما مشخص کنید چون وام برای ایثارگران 2 برابر هستش. استان محل سکونت، تلفن ثابت، کد پستی محل سکونتتون رو وارد کنید. کد امنیتی رو وارد میکنم و بر روی ادامه کلیک میکنم. خب ما انتقال داده میشیم به مرحله انتخاب بانک و شعبه پیشنهادی. کد ارسال شده به شماره تلفن همراه رو توی کادر زیر وارد میکنیم و کد امنیتی رو میزنیم و بر روی ادامه کلیک میکنیم. شهر محل سکونتتون رو انتخاب کنید و بانک مورد نظر رو از بین بانک هایی که در لیست نشون داده مشخص کنید. ما اینجا بانک ملی رو انتخاب میکنیم. کادر بعدی که برامون باز میشه نام شعبه است که باید نزدیکترین شعبه به محل زندگیتون رو انتخاب کنید و در نهایت بر روی ثبت درخواست کلیک میکنم. کد رهگیری برای شما پیامک میشه و تا 12 روز فرصت دارید به بانک مراجعه کنید و در صورت عدم حضورتون ثبت نام شما لغو میشه. بعد از پذیرش شما در بانک به مدت 60 روز کاری زمان دارید تا مدارکتون رو تکمیل کنید و به بانک ارائه بدید. در غیر این صورت از لیست خارج میشید و ثبت نام شما توسط بانک از سامانه حذف میشه. در قسمت پایین هم مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در بانک رو گفته که نسبت به تکمیل مدارکتون اقدام کنید. ممنون از همراهی شما.